بچه‌ها خوش اومدید به قسمت دوم ویدیو ترکیه از سری ویدیوهای روایت یک مهاجرت. امروز به ادامه گفتگو با نگی میپردازیم و از نکات مهم زندگی در ترکیه آگاه میشیم. بزنیم بریم که ویدیو رو ببینیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. این هزینه خونه که بهتون گفتم، حالا اگر توی آپارتمان اینا زندگی میکنید یه سری عایدات هم هستا، یعنی مثلا ممکنه که در ماه 10-15 بهتون عایدات بیاد. 10-15 هم نمیشه خیلی. اون از اون عایدات منظورت پول آب برقگاز اینا؟ شارژ. آره دقیقا. همه اینا رو با هم میگیرن. بعد برای خورد و خوراک مثلا یه سری فروشگاه ها هست که قیمت مناسب تره. خب یه جایی هستش به اسم مترو که مثلا واسه خریدای عمده یا مثلا شما اول هر ماه میخواید یه خرید حسابی بر خونتون بکنید، قیمتش خیلی مناسب تر در میاد. و مثلا اگر همه چی هم داره، همه چی داره، شما میتونید مثلا اول هر ماه برید یه خرید کامل خونتون رو بکنید که با قیمت مناسب در میاد. بعد مثلا حالا غیر از اون یه سری حالا فروشگاه ها هست که قیمتش خیلی مناسب تر. مثلا ماکرو سنتر یه جای گرونیه، شما مجبور نیستی که همیشه از اونجا خرید کنید. اون واسه یه سری چیزای خاصه که مثلا توی فروشگاه دیگه نیست. بعد مثلا آیوزبی رو اینا هست که قیمتش خیلی مناسب تره، توی همه جا هم هستش، میتونید از اونها خرید کنید. مثلا چطور بگم، در ماه شاید اونم اینو خیلی نشستم حساب کتاب کنم چون ما تیکه تیکه خرید میکنیم. درسته. یه خرید حساب، مثلا شما رفتید یه خرید حسابی کردید، گوشت، مرغ، چیزای لازم و ضروری که گرفتید، شما روی 5-6 هزار لیر بذارید. 5-6 هزار ری بخرید. بعد هزینه رفت آمد و اینا چیه؟ هزینه رفت آمدم تاکسی سوار نشید، خیلی گرون شده، خیلی گرون شده. یعنی شما اصلا بشینید بعد همون لحظه پشیمون شید بخاطر پیاده شید 110 لیر ازتون میگیرن. یعنی اصلا هیچ حرکت نکرده تاکسیه، نه که نشستی یا سوار شدید اینقدر میگیره. پس تاکسی رو بیخیال شید. بعد میتونید از مترو و اتوبوس استفاده کنید که اونا مثلا 20 لیر بیشتر اینقدر بود. واپور هم همونطوریه. واپور یه سری کشتی هست که از قسمت آسیایی میبرتتون قسمت اروپایی. بعد مثلا توی اسکله هر مثلا تو اسکودار میتونید سر بشه، تو کاتیکوی اون طرف مثلا تو بشیکتاش و اینا میتونید پیاده بشید که اونم هزینهش همون قدره. 20 فکر لیر. کنم اینطوری. آره واپور 20 نمیشه، فکر کنم همون 20. بعد یکی از خوبیای استانبول هم اینه که واقعا حمل و نقل خوبی داره. یعنی شما هر جا که گیر بیفتید سریع میتونید یک راهی پیدا کنید که به جایی برسید. اصلا اینطوری نیستش که مجبور شید. بعضی جاها مجبورید، مثلا راه پیاده زیادیه که میتونید از تاکسی استفاده کنید توی مواقع ضروری. ولی اکثر جا هر جا که وایستاده باشید یه جایی نزدیک اونجا خط مترو و یا اتوبوس و اینا پیدا میکنید. در اینش اصلا نگران رفت آمدتون هم نباشید. ولی به توصیه من اگر میخواید مثلا بیاید دانشگاه، خونتون رو یه جایی بگید که تقریبا نزدیکه، چون ترافیک استانبول خیلی خسته کننده. شما بهتره که اصلا درگیر ترافیک نکنید خودتون توی مسیر. یه جای نزدیک باشه که سریعتر برید و بیاید و اینا. اینم از خسته نباشی. خواهش میکنم. ولی رفت آمدش خوبه. رفت آمدش خوبه. جدیه. من یه جدی بار اومدم تاکسی نشید و سوار تاکسی بشید بفهمن که خارجی یه جوری میکنن تو پاچتون که اصلا نمیتونید تصور کنید. تمام کسایی که رفتن ترکیه این موضوع رو تجربه کردن. چی؟ تمام کسایی که ترکیه رفتن یه بار این موضوع تاکسی رو یه بار تجربه کردن. خیلی من یه بار، من 100 بار فکر کنم تجربه. بریم سال بعدی. نگیم بعد اینکه تحصیل تمام بشه امکان داره اونجا اقامت دائم بگیری و بتونی زندگی کنی؟ همچین امکانی برای دانشجو هست اونجا؟ متاسفانه نه. فقط الان در حال حاضر اگر چیز کنی، سرمایه گذاری کنی یا خرید ملک، در این صورت بهت اقامت میدن. ولی دانشجوی متاسفانه فعلا نه، ولی امیدوارم که در آینده بشه.
یعنی کارم نمیتونی بعد اینکه تحصیلت تموم شد انجام بدی اونجا دیگه، بعد بری. اه، اینو خیلی نمیدن و مطمئنم کار فکر کنم میشه یه جوری. اقامت کاری اون موقع میگیری دیگه. اوکی، پس قابل تبدیل هست، میشه مثلا. آره هی مثلا دانشجو شدی، تو دوران دانشجویی که اقامت دانشجویی داری، درس تموم شد یه کاری پیدا میکنی، از اونجایی که دیگه میتونی مثلا مستر رو اینو بخونی اقامت کاری میگیری، بعد ازدواج میکنی اقامت دائم میگیری. ازدواج یا سرمایه گذاری؟ یا ازدواج یا سرمایه گذاری، یه حق انتخاب باشه. حل. یا خرید ملک همون سرمایه گذاری میشه دیگه خانم. نه میتونی با شرکت بزنی. خرید اونجوری. نگین ترکیه آیا شرایط اینو داره که تو بعد اینکه تحصیل تموم شد بتونی از ترکیه به کشور دیگه مهاجرت کنی برای کار یا برای هر چیزی؟ نمیدونم، ولی اینم فکر کنم بستگی داره که چه دانشگاهی بوده باشه، مثل همون اراسموس و اینا انتقالی، یا اینکه کلا خودت مهاجرت کنی. فکر کنم مثلا ربطی نداره که کدوم کشور اول، ولی باز مطمئن نیستم، اینو ببخشید. نه اوکی اصلا اوکی. خب بعد خیلی نمی‌خوام اطلاعات غلط بدم به خاطر همین. نه همین همیشه که اطلاعات غلط داده نشه خیلی بهتر از اینه که آره. بعد تفاوت فرهنگی بین ایران و ترکیه چقدره و چقدرش رو احساس میکنیم؟ تفاوت زیادی که احساس نکردم، چون خیلی شبیه ماهن از نظر فرهنگی، جز یه سری چیزای کوچیک که خب طبیعیه. مثلا یکی از خوبیاشون اینه که خیلی کلا حامی حیوانات همشون، یعنی بعد خیلی پت و اینا دارن، حامی حیوانات. یعنی مثلا تو وارد کلاس که میشی ممکنه یه گربه نشسته باشه سر جای تو و تو جا تو عوض کنی، مثلا اینقدر که مهمه براشون که به گربه مثلا آسیبی نرسه. بعد اینکه مثلا اصلا اینطوری نیست که بهت نگاه کنن، یعنی تو وارد هر جا بشو، هر کاری که دلت میخواد بکن، کسی نیست که اصلا بهت نگاه کنه. اصلا تو میری باشگاه وسط یه عالم آدم، هر حرکتی میخوای بزنی کسی اصلا بهت نگاه هم نمیکنه. ولی خب توی ایران اینطوری نیستش و من آره این خب یکی از تفاوت‌های بزرگی احساس کردم. بعد ولی مثلا از نظر کل چیزای کلی خیلی شبیه من، خیلی مثلا میشه گفت خونگرم هستن. ترکا کلا اینطوریه. یه سری آدم حالا پیدا میشن که اونطوری نباشن، ولی در کل آدم خونگرمین، خیلی مهمان نوازن. بعد اینکه اوکی هن. من از نظر فرهنگی چیز خاصی رو تجربه نکردم. تفاوت فرهنگی، چون واقعا همه میدونن ترکیه خیلی شبیه ماه. آره کشوری ترکیه خیلی اروپایی شبیه مهم. ما از نظر همه چی تاریخی فرهنگی هست. ولی اگه بخوام فکر کنم مثلا چیز خاصی به نظرم نمیاد، خیلی شبیه. اوکی. بعد آب و هوای کشورش چطوره؟ استانبول که عالی. استانبول عالی. مثل شما بچه‌ها من اینجا خودمونه. یه پرانتز باز کنم. من هر دفعه با نگین صحبت میکردم شاکی بود از آب و هوا. آخه کیو بگم، ممکنه خیلی یا مثلا تابستونش به خیلی صورت کلی گرمه. مثلا ببین ایران میگیم 4 فصله، ولی خب مثلا ترکیه چجوریه اونجا؟ اینجا اونطوریه. استانبول مثل شماله، چون کنار دریاه، آب و هواش کمی مرطوب و ایناست، شرجی. ولی مثل شما خیلی شرجی نیستش، اینش خوبه. یعنی الان بهتون بگم مثلا الان قشنگ وسط زمستون هوا خیلی بهاریه. این روزا سرد نگم میزنی اصلا اونطوری نیستش. در کل هواش خیلی خوبه، من دوست دارم. اکثر وقتا بارونیه. من خیلی بارون دوست ندارم، ولی از نظر گرما سرما دوست ندارم خیلی سرد باشه. خب حل. سال پیش برف اصلا نیومد، امسال برف اومد و تابستوناش خیلی گرمه، ولی تابستون نیاد ترکیه. خب همه تابستون میان ترکیه، مسئله اینه.
من تابستون میام ایران. ببین سوال بعدی سیستم حمل و نقل اونجا رو که جواب دادی. حالا جواب دادم. آره تو سال قبلی جواب دادی، ولی خب خودت بیشتر از چی استفاده میکنی؟ بهتون مترو؟ بهتون گفتم تاکسی استفاده نکنید، ولی من خیلی وقت از تاکسی استفاده میکنم. خسته نباشی. آخه مترو، خونه ما نزدیکش اصلا مترو نیستش. برای رسیدن به مترو باید با یک چیزی بری برسی، ولی کلا 80% آدماشون، نمیگم دانشجو اینا، اصلا 80% آدماشون از مترو استفاده میکنن. خاطر اینکه هم سریعتره، بعد کلا خط مترو همه جا اکثرا هستش، هر جا بخوای بری میتونی از مترو استفاده. آدماشون اصلا ربطی نداره که ماشین دارن ندارن، خیلی وقت از مترو استفاده میکنن، چون هم سریعتره، هم که یه جوریه که شما هر جا بخواید برید مترو داره، یعنی خط مترو همه جا اکثرا هستش. درسته نزدیک خونه ما نیست، نمیدونم چرا نمیسازن این خط مترو اینجا رو، ولی اکثر جاها داره، یعنی شما راحت میتونید استفاده کنید. از اتوبوس میتونید راحت استفاده کنید، اتوبوس هم همونطوریه. ولی یه سری جا هستش، چه میدونم، یه سری جاها نه، یه سری شرایط هست، چه میدونم، مثلا داری به امتحان دیر میرسی یا یه جایی میخوای بری که واقعا نمیشناسی، ممکنه که گم بشی، اوکی میتونی از تاکسی استفاده کنی. بعد ولی خط این رفت آمدش هم پیدا بکنی، یعنی چون اگه گم بشی گم شدی، یا یعنی میری از اون ور استانبول سر در میاری، بعد چون بهتره که نگین اول همیشه گم میشه اکثر مواقع از تاکسی استفاده میکنه. خیلی وقت گم شدم. یه بار سوار شدم اصلا نمیدونم کجا پیاده شدم، نمیدونم کجای استانبول بود، اونجا با اتوبوس رفته بودم، دارم یه جایی میرم که اصلا شبیه جایی نیست که من زندگی میکنم. همونو پیاده شدم تاکسی گرفتم. خسته نباشی. خب تجربه من اتوبوس. ولی بگم اولش پیدا کن، حتما بپرسید و پیدا کن، چون گم میشید کلی وقتتون میره، کلی خسته میشید و یه جای دیگه هم سر در میاد. اولش بپرسید از یه نفر، بعد سوار شید. و اصلا امکان داره تو محلهایی برین که محلهای مناسب و ناامنی باشن، نامناسب و آفرین. پر. اینو بگم بافت شهری استانبول رو بهتون بگم، خیلی جالبه. مثلا یه جایی میرید کلی مدرن و لوکس و اینا، حتی گرونه، همون قسمت پشتش خراب است، پشت همون جای شیک و پیک یه خرابه است، یه محله خیلی پایینه، بعد دوباره اون طرف اون محله خرابه یه جای لوکسه، و کل شهر همینطوریه، اینطوری نیست که بالا شهر پایین شهر داشته باشه. کلا بافت شهرش این مدلیه، هم خوبه هم بده. ببین توی دانشگاه ها توی خارج از کشور خود میدونی یه مسئله هست به اسم تایید بودن برای وزارت، حالا وزارت آره. بهداشت یا وزارت علوم، هر کدوم. دانشگاهی که تو داری توش درس میخونی مورد تایید وزارت هست یا نه؟ مورد تایید، خیالتون راحت اگه میاد دانشگاه ما الان چند ساله که مورد تاییده، هیچ مشکلی نداره. ولی نمیدونم مورد تایید کدوم وزارت، بهداشت یا علوم، فکر کنم همون علومه. خب نه، خب اون دیگه بستگی به رشتهش داره دیگه، یعنی رشته علوم پزشکی مربوط به وزارت من بهداشته. آره، رشته علوم پزشکی مربوط به وزارت بهداشته، رشته مهندسی مربوط به وزارت علومه. بعد اسم دانشگاهتون؟ باغچه شهیر، باشه. مخفف باو، بزنید باو میاد. باو. آره، خب باغچه شهیر خیلی اوکی. ساده. پس میتونن بچه‌ها انتقالی بگیرن اگر بیان بله، اینجا. راحته. اصولا همین از اردیبهشت اینا هر سال تقریبا شروع میشه چیزشون، پذیرش گرفتنشون و اینا. توی تابستون هم میتونید تو حضوری بیاید، ثبت نامتون رو تکمیل بکنید، یعنی هم راحته. نه برای بهشون تایید ایمیل. وزارت بیشتر مسئله انتقالی گرفتنه، چون یه سری میان آره اونجا میخونن و برمیگردن ایران میخوان مثلا تو این شرایط بشه. آره نه، از این نظر اوکی، خیالتون راحت. شرایط بورسیه گرفتن اونجا میدونی چه جوری، اطلاع داری ازش یا نه؟ اینو خودم یه بار میخواستم اقدام کنم، بعد به من گفتن که باید به فلانی ایمیل بزنی، که مثلا ایمیل اونو گم کردم. ولی معدلتون مهمه، مثل همیشه گفتم درس بخونید، معدل اینجا از 4، باید بالای 3 باشه. بعد حالا بعدشو
اونجا از قسمت امور دانشجویی بپرسید بهتون میگن، ولی اول برید معدلتون رو بیارید بالا، بعدش هر کاری میکنید بکنید. حالا بحث اینه که برای کسی که تازه میخواد وارد اونجا دانشگاه بشه میشه بورسیه گرفت یا نه؟ باید مثلا اونجا یکی دو ترم خونده باشی، معدل بالا داشته باشی؟ بعد خونده باشید باید خونده 90%. باشی. یعنی آره چون قبلش نمیتونی. نه، چون دانشگاه امتحان خاصی نمیگیره، فقط امتحان زبانه که اون واسه وارد شدن به دانشگاه و رشته‌تونه. چیزا داشتم میگفتم که دانشجوهای ترک توی مثلا باغچه‌های دانشجوهای ترکشون امتحان ورودی میدن که شامل ریاضی هم میشه. این اونجوریه که امتحان ورودی میدن، عوض شهریه هاشون پایین تره، ولی دانشجوهای خارجی شهریه بیشتری میدن ولی فقط امتحان زبان انگلیسی رو میدن. برای هر رشته‌ای. آره. اوکی. یه سری از رشته ها هم ترکی ارائه میشه هم انگلیسی، ولی اون رشته های مهم پزشکی و دندون و حتی رشته من اکثر رشته فقط انگلیسیه. یه سری از این رشته های متوسط به ترکی هم برگزار میشه که اونو بعد امتحان ترکی بدیم. و شهریه‌اش هم کمتره. آره. ترکیه رو به کسی که از نظر مالی زیاد پشتوانه و سرمایه نداره توصیه میکنی یا نه؟ حقیقتا نه. نه. الان نه. اون سالی که خودم اومده بودم آره، ولی الان انقدر تورم اومده، انقدر تورم 60% که خودتون تصور کنید دیگه، واقعا شرایط سختی ایجاد میشه برای کسی که از نظر مالی واقعا همون سرمایه نداشته باشه. خیلی سخت میشه زندگی براشون. همیشه همه جا رو نمیتونید به خاطر دانشجو بودنتون تخفیف بگیرید، یا کلا نمیتونید همیشه با قیمت پایین زندگی کنید. واقعا یه سری جاها هست که باید برید، گرونه، کلا زندگی گرونه. بعد اینکه بیاید اگر خیلی اذیت میشید. توصیه من کلا کسی که میخواد مهاجرت کنه یا باید مغزش خیلی خوب کار کنه یا اینکه خیلی وضعش خوب باشه. نه که خیلی وضعش خوب باشه، یعنی واقعا یه پشتوانه داشته باشه، وگرنه زندگی خیلی سخت و اذیت کننده میشه. در نتیجه نه، درست. الان توصیه نمیکنم. مشکلاتی که اونجا تو زمینه زندگی کردن داشتی چیا بوده؟ مهمترینش که دوری بوده. حالا الان میخواید بگید که وای ترکیه که دوری نداره، چرا؟ کلا شما توی نه. ایران هم که باشید، یه شهر دیگه هم باشید، هر لحظه هر روزی که بخواید شاید نتونید پیش خانوادتون و اون جایی که زندگی میکنید باشید. در نتیجه دوری حساب میشه. ترکیه هم همینطوره. خیلی وقت واقعا دوری اذیت میکنه، خیلی دلتنگ میشی، میدونی که میخوای بیای 3-4 ماه حداقل نمیتونی خارج بشی. این اولیش. بعد دومیش که یه کمی چون از خانواده دور میشی، از پدر مادر، حمایت مالی که شاید توی ایران میشی اینجا دیگه نیستش. مستقیم نیست، یعنی مثلا توی حمایت مالی نمیگم، اینو نباید میگفتم حمایت مالی، کلا حمایت. تو توی خونه مامان و بابات داری زندگی میکنی، بابات همیشه کنارت، هر مشکلی پیش بیاد مامانت همیشه هستش. اینجا بیشتر میای منظورتون حمایت هستی؟ حمایت حالا عاطفی یا هر چیز پشتوانه داشتن؟ پشتوانه داشتن که واقعا اینجا خیلی کم میشه. با اینکه پدر مادر همیشه از راه دورم همیشه حواسشون بهتون هست، اصلا اینجوری نیستش که ولتون کنن، ولی واقعا یه روزایی شاید یه روزی باشه که شما دلتون میخواد پیش خانواده‌تون باشید ولی نمیتونید. یکی از سخت‌تریناشه. بعدش هم که گرونیه، از ایران گرونتره، همونطور که میدونید. باید یه کمی مراعات کنید، زندگی کردن یکم سخت‌تر میشه. بعد اینکه شرایط سخت، بقیهش نه، بقیهش آسونه، یعنی سخته اونطوری نیستش. یه نورماله. سری کارها هست. آره مثل ایرانه. بقیه چیزاش که بخوام دارم فکر میکنم نه، همین چیزاست. اوکی. خب آره یکم مثلا زبان بلد باشید. زبان ترکی رو من قبلش هم گفتم بلد باشه که اگه یه مشکلی براتون پیش اومد بتون حل کنید. الان مثلا چه میدونم یه
یه مشکلی پیش اومد خیلی طبیعیه، یا میخوای بری دکتر مثلا، اونجا باید با دکتر ترکی صحبت کنی احتمالاً، شاید همه دکتر انگلیسی بلد نباشن. مریض که میشی همون یک مشکلیه که مثلا واقعا باید زبان ترکی بلد باشی که کارتون را بنویسی، وگرنه خیلی سخته. اینو در نظر داشته باشی، ترکی یاد بگیرید اگه میخواید به زندگی کنید. توصیه و نصیحتی برای کسایی که میخوان بیان خارج از کشور. اولش که کاملا فکر بکنید، اصلا یهویی تصمیم نگیرید. اگر مثلا توی ایران یه مشکلی براتون پیش اومده، همون لحظه تصمیم نگیرید که مهاجرت کنید، چون ممکنه که پشیمون بشید. واقعا اگر آدمی هستید که مستقل میتونه تنهایی از پس کاراش بر بیاد، اون موقع میتونید بهش فکر کنید. ولی اگر آدم وابسته هستید، احساس میکنید که واقعا تنهایی نمیتونید زندگی کنید، فکر مهاجرت از سرتون بیرون کنید. حالا من به شخصه قبل از اینکه بیام دو تا خواهرام اینجا زندگی میکردم. وقتی که اومدم اونا اینجا بودن، پیشم بودن، خیلی از کارام و اوایل اونا انجام میدادن، یعنی میومدن میرفتن با هم. ولی وقتی که تنهایی دارید مهاجرت میکنید، 100% خیلی سخت داره. پس خیلی 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 خوب راجبش فکر بکنید. بعد اینکه زبان انگلیسی و زبان ترکی حتما یاد بگیرید، اصلا غفلت نکنید. بعد اینکه همین، امیدوارم که همیشه موفق باشید دیگه. میگی بیشتر توصیه‌اشو تو حرفاش تو ویدیو زد، گفت اونا رو. آره زبان انگلیسی و ترکی فراموشه. آره اول که میخواید مهاجرت کنید یه مؤسسه زبان برید ثبت نام کنید. بعد شوخی میکنم ولی کلا دست کم نگیرید. و اگر آدم وابسته‌ای هستین یه کمی سخته، نه به نظرم ایران پیش خانواده خیلی جای بهتر و امن‌تریه براتون. کلا مهمترین مسئله بچه‌ها، چیزی که میتونه کمک کنه آدمو تو مسئله مهاجرت، زبانه. یعنی خیلی تاثیر داره زبان، بیشتر از اون چیزی که فکرش میکنه تاثیر داره. اصلا به این فکر نکنید اپلیکیشن هست از این میپرسم از اون، چون دنیای زبان واقعی خیلی فراتر از اون اپلیکیشناییه که تبلیغات میکنن و اینا. چون باید تو ناخودآگاهتون باشه، چه انگلیسی چه حالا زبان اون کشوری که میخواید مهاجرت کنید. درنش اصلا غفلت نکنید. من نمیگم خیلی خوب بلد باشه، چون واقعا حتی استادان خیلی جاها اشتباه صحبت میکنن، ولی مهم اینه که منظورتون رو برسونید، متوجه بشه، چون اینجوری هم درس خوندن براتون آسان‌تر میشه، هم دوست پیدا کردن براتون بهتره. کلا کسی که زبان بلده خیلی جلوتره. پس اینو دست کم نگیرید. حل. نگین جان خیلی ممنون بابت اینکه اومدی تو ویدیو. مرسی از شما. خیلی‌ها نمیان، جدی بگم اینو، من با خیلی‌ها صحبت میکنم راجع به این قضیه و خیلی‌ها نمیان. حالا سختشونه، نمیدونم قضاوت میترسن بشن یا هر چیزی، ولی این اطلاعات قضاوت چی؟ قضاوت نکنید منو لطفا. بعد منتها میگم این اطلاعات خیلی اطلاعات ارزشمندیه و تنها کسایی که میشه گرفت این کسایی که اونجا زندگی میکنن. من حالا امیدوارم که به درد بخوره، چون که بعضی از چیزا رو نمیدونستم، معذرت میخوام، نمیخواستم اطلاعات غلط بدم، ولی امیدوارم این چیزایی که گفتم حتی یکم کوچولو به دردتون بخوره. خیلی خوشحال میشم. این اطلاعات به درد یه نفرم بخوره کافیه. برای من اینجوریه که به درد یک نفرم حتی بخوره کافیه. دست درد نکنه. و اینکه حالا بچه‌ها میخوام خدافظی کنیم. آره مراقب باشید، موفق باشید و اینکه مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. مرسی و قضاوت حل. بای بای. خدا